سلام به کانال یوتیوب من خوش اومدین. تو این کانال من سعی میکنم که در مورد ماهیگیری در انگلستان صحبت کنم و تصمیم گرفتم که برای افرادی که خب احساس میکنم که زیاد جدیدن به انگلستان ما افراد ایرانی زبان فارسی زبان زیاد داریم و این افراد اومدن، شاید بینشون افرادی باشن که دوست داشته باشن این ورزش رو انجام بدن. سعی میکنم اینجا کم و بیش تا اونجا که برسم اطلاعاتی رو از ماهیگیری ورزشی یا پلیژر فیشینگ اینجا بهش میگن اینجا براتون بذارم تو این کانالم. خدمتون عرض بکنم که برای شروع کار در انگلستان ما اینجا باید شما حتما لایسنس ماهیگیری رو بگیرین و این لایسنس قیمتش حدود 25 پوند هست برای افراد زیر 60 سال و البته برای کودکان تا سن فکر کنم 16 سال قیمتش متفاوته، ولی این لایسنس به صورت نرمال بخواید بخرین 25 پوند هست برای یک سال و این لایسنس برای دو تا راد یا دو تا چوب هست که میتونید داشته باشین. البته نوع ماهیگیریش متفاوته. اگه ماهیگیری توی لیک و رودخونه عادی رو بخوایم 25 پونده، ولی اگه برای تروت یا ماهی قزلالا ماهی سمون باشه قیمتش فرق میکنه. ولی نرمال اون چیزی که من تو ذهنم هست برای ماهیگیری نرمال، برای کپور و ماهیگیری نرمال دریاچه‌های مصنوعی که اینجا هست استفاده کنی، هولش هم 25 پوند هست که قیمتش میتونین پرداخت بکنین قبلا و این رگولارلی چک میکنن. خیلی مهم هست که اینو داشته باشین. آنلاین هست توی سایت Environmental Agency. اگه سرچ بکنین فیشینگ لایسنس توی گوگل خودش میاد بالا، اولین سایتی که میاد ما Environmental Agency هست و میتونید تو سایت برید مشخصاتتون رو وارد کنین و بعد که پول پرداخت میکنین این لایسنس به ایمیلتون میاد و اینو شما جای مختلف میرین، احتمال اینکه چک بکنن هست و این شماره رو حالا به خودشون دستگاه دارن آنلاین میتونن چک بکنن یا اینکه بهشون نشون میدین و این خیلی مهمه، چون اگه نداشته باشین کرایم محسوب میشه و جریمتون میکنن. خلاصه دادگاه داره و حتی میتونه روی مسئله پروسه اقامتتون هم اثرگذار باشه. برای همین خیلی مهمه که اول از همه لایسنس رو بگیرید. دوم از همه این که این ماهیگیری که ما اینجا داریم تو انگلستان انجام میدیم حالا به صورت پلیجر فیشینگ دو دسته میشه. این ماهیگیری هست که به صورت کارپ فیشینگ هست، این ماهیگیری هست به نام کورس فیشینگ. این کارپ فیشینگ ماهیگیری هست که شما میبینید که میرن همون کپور رو میگیرن که حالت انتظاری داره، چادر میزنن، شب تا صبح میمونن و خیلی زمان بر و من خیلی فنش نیستم و دوست ندارم که اینو ماهیگیری رو. ماهیگیری که ما اینجا آموزش میدیم ماهیگیری از به نام کورس فیشینگ شناخته میشه که کلا کپور رو شامل میشه یا همون کارپو و همچنین ماهی‌های کوچیک‌تر، سایزهای کوچیک‌تر به اسم برم و روچ و یه ماهی دیگه هم دارن که شبیه قزلالا هست، چشای قرمزی داره که بهش میگن تنچ. اینا رو کلا به این چهار تا بهش میگن کورس فیشینگ. و اینجوری و ماهیگیری ما اینجوری نیست که ما اونجا بریم بشینیم خلاصه یه 2 ساعت 3 ساعت یه شب تا روز حالا یه ماهی بگیریم. و ما ماهیگیری به این صورت هست که سعی میکنیم که توی این نوع ماهیگیری به صورت پلژر و شما هر چه میدونم 10 دقیقه یه ربع ساعت یه ماهی بگیریم و این سرعت ماهیگیری توش خیلی بالاتر هست و لذتش هم بالاتره. حالا اینجا روش‌های خاصی داره که من یه تکنیک‌های خاص خودم رو دارم که حالا من اینا رو سعی میکنم که آموزش بدم و حالا میتونیم که اینا رو مرور بکنیم که بستگی داره که شما حالا بعد از اینکه لایسنستون گرفتین باید تصمیم بگیرین که دوست دارین که کارپ فیشینگ بکنین یا کورس فیشینگ. کارپ فیشینگ که کلا قضیهش اون سیستم انتظاریش کاملا فرق میکنه که من اصلا هم رادش فرق میکنه، چوبش فرق میکنه، کلا اصلا تکنیکش فرق میکنه، ولی این روشی که ما اینجا میگیم کلا سیستم پلیجر فیشینگ هست و خیلی اکتیوتر و هیجانش هم بیشتر. خدمت شما عرض کنم که بعد که شما لایسنس گرفتین باید به یه سری تکل شاپ هایی برین که اطرافتون هست. میتونید تو اینترنت سرچ بکنین به اسم تکل شاپ نیر می، تو گوگل سرچ بکنین تکل شاپ هایی میاد که اطرافتون هست، میتونین اونجا برین، کمکتون هم میتونن بکنن اون شاپ ها. بگین برای کورس فیشینگ میخواین انجام بدین که الان مصوت مبتدی هستین و قیمت های مختلفی هست که از راد باید شروع کنین که چوبای مختلفی هست که مثلا اینجا شما به قیمت های مختلف از چه میدونم 25 6 پوند شروع میشه به بالا. میتونید یه چوب و چرخ مناسب رو انتخاب بکنین. برای این کار فکر کنم یه چوبی که طولش مشخص باشه به اندازه
10 فوت میگن یا 9 فوت، بین 9 تا 10 برای شروع کار خوبه. چرخ ماهیگیری که استفاده میکنید سعی کنید چرخ 3000 یا 4000 باشه. این برای استارتینگ پوینت خوبه. نکته که قابل توجه هست این که اینجا رادایی که شما میرین انتخاب میکنین به اسم فیدر راد بهشون گفته میشه، یعنی رادایی هستن که برای این کورس فیشینگ استفاده میشه، به اسم فیدر راد شناخته میشه. این رادا اگه نگاه کنین این سرش یه حالت رنگی مانند داره و خیلی نازکه، میبینید که خیلی حالت ارتجاعی داره. این سرا با 2 تا سر یا 3 تا سر میاد که اندازهای مختلفی داره بر اساس سافتی و نرمیشون و وزنشون مختلفه و شما اونجا که میخواین برین خرید کنین باید بهش بگین که فیدر راد من میخوام، که حالا بین 9 تا 10 فوت فیدر راد بر اساس قیمتی که خودتون مد نظر دارین میتونین انتخاب بکنین. ولی خب از این طریق اینترنت هم میتونین بخرین، ولی وقتی که تو فروشگاه برین چون خودتون دست میگیرین و اون سافتی و چیزشو اون اکشنشو میتونین حس بکنین، خب غالبا بهتره. اکشنش هم که به این صورت هست که شما وقتی که این به صورت دو تیکه هست و این دو تیکه رو به هم دیگه وقتی وصل بکنین و وقتی که تکونش بدین اون حالت ارتجاعیش خودتون احساس میکنین که نرمه یا یه مقدار سفتره. هرچی نرمتر باشه به نظر من خودم مثل پرفرنس داره، نرمتر باشه بازی با ماهی باش راحت‌تر و یه حس خوبی بهتون میده، همچنین باعث میشه که این قلاب از دهن ماهی کمتر خارج بشه. دیگه این چیز شخصی خودتونه دیگه، میتونید بر اساس کمپانی مختلفی که اینجا هستن انتخاب بکنین و اون سافتی و نرمیشو انتخاب کنین. من برای پیشنهاد شرکت کروم هست که کروم فیز 1 این نوع راد هست که فیدر راد کروم فیس 1. این قیمتش هم خیلی مناسبه، هم راد خیلی خوبیه برای مبتدی و اول کار مناسبه. چرخ هم که استفاده میکنین میتونین از چرخ های پرستون یا شیمانو یا مارک های مختلفی هست دیگه، حالا میگم بستگی به قیمتش میتونین استفاده کنین. پرستون قیمت خوبی داره. نخی که میخواین انتخاب بکنین دوباره بستگی به کورس فیشینگتون متفاوته. به نخی که من بهتون پیشنهاد میکنم که روی قرقره ببندین نخهایی هست که سینکینگ باید باشه که رو خود اون نخها نوشته شده که من الان یه دونه‌شون هستم اینجا برای شما بیارم. نخهایی که استفاده میشه حالا اندازه 300 حداقل شما باید 300 متر رو بگیرین. اندازه‌اش مختلفه به صورت 0.2 0.25 به این صورت نوشته شده و همچنین وزنی که اون نخ میتونه تحمل بکنه. برای کورس فیشینگ بین 8 تا 10 این بهش میگم مین لاینتون باشه خوبه، زیر اون نگیرین چون احتمال پاره شدنش زیاده. همچنین اندازش هم نزدیک 300 متر باشه. نخهای مختلفی هست ولی روشون نوشته به اسم سینکینگ فیدر راد هستن اینا که حتما باید با کارپ لاین متفاوت باشه. نخهای نایلونی هست که این نخهای نایلونی هست که میبینین چون نخها خودش دوباره مختلفه. نخهای برید هست، فلوروکربن هست، نایلون هست. نخهای بهش میگن مونوفیلمنت فیدر لاین که اینها هم حتما روش هم بخونین که سینکینگ باشه. تا اکثر فروشگاه تو انگلستان برین نقش‌های این نخها هستن. ما شرکت پرستون، ما شرکت گرو، شرکت مختلفی هستن که تولید میکنن ولی خودت مطمئن باشین که اندازش 300 متر باشه. بعد وقت 350 متره که مقدار بستن اون نخها برای افراد پروفشنال هست، مقدار اون نمیتونه اون اسپول چرخ شما رو پر بکنه. چرخ هم که میگم اندازش چرخ سبک 3000 تا 4000 اینا به این صورت تقسیم بندی میشه. این قرقره که روش رو نختون رو روش میبندینم روش عددهای مشخص شده که ماکسیموم نخی که میتونه بگیره به اندازش چقدره. ولی شما یه نخ 300 متر رو براش در نظر بگیرین غالبا میتونه اکثر اسپول این بهش میگن، ما اینو بهش میگیم اسپول، اینجا قرقره‌تون رو پر بکنه. و حالا پر کردن بستن اینم که حالا میدی اونجا براتون میبنده یا توی یوتیوب اگه سرچ بکنین نحوه بستن نخ به اسپول هست و میتونین با اون روش خودتون قرقره‌تون رو پر بکنین. اینم از راد و چرخ. حالا روش‌های ماهیگیری که اینجا هست خیلی روش‌های تکنیک‌های خاصی هست که استفاده میکنن، کاملا با ایران فرق میکنه. تومه ها خوشبختانه اینجاشون مرکز انگلستان، مرکز ماهیگیری دنیا میشه شناخته بشه
از لحاظ کارپ فیشینگ بسیار امکانات خوبی اینجا هست. تومای خیلی خوبی آماده‌ای هست، چه به صورت زنده چه به صورت تومایی که مصنوعی هست و مواد مختلف و ادیتیوهای مختلف. اینجا خیلی متفاوته، قیمتش هم خیلی مناسبه. البته کلا ورزش گرونیه به نظر من، ولی خب میشه تا یه حدودی هم جمعش کرد. ولی خب اگه میگم دوست علاقه من باشین، یه ورزش خیلی اعتیادآوری هست و خیلی میگم اینجا به خاطر اینکه فارم های مصنوعی هست که ماهی رو توش پرورش میدن و اینجا به صورت کچ اند ریلیز هست، این شما بگیری و آزادش کنی. اینجوری نیست که با خودتون ببرین خونه، چون اینم دوباره جرم حساب میشه و کرایم حساب میشه. اگه میخواین ماهی که به صورت بگیرین و ببرین خونه، این ماهی جایی هست که مثل تروت هست و قزلالا یا سمون هست که دیگه اون دوباره قضیهش فرق میکنه. سه دریاچه‌های خاصی هست که تو انگلستان پخشه که میتونین شما این کارو بکنین، ولی اکثر دریاچه‌ها به صورت کچن ریلیز هست و شما بیشتر فقط پلژر یه پول حدود 7-8 پوند میدین در روز و این ماهی رو میگیرین، باش فایت میکنین، بعدم عکس میگیرین و ریلیزش میکنین. این قاعدتا تو کل UK این قانون برقراره. حالا فکر کنم با همین حد کافی باشه، بعد اطلاعات بیشتر رو من میذارم. کامنتاتون رو برای منم بذارین تا من ببینم که دیگه چی، اگه علاقه من بیشتر دیدم که ویدیو مورد استقبال قرار گرفت اطلاعات بیشتری رو میذارم. ممنون.